تعمیرش کنید، فقط با یک شارژر موبایل 5 ولتی. ابتدا این پیچاشو باز میکنی، یکی اینجا سه تا پیچ داره، یکی اینجا. اینا رو که باز کردی، بچه من قبلا اینا رو باز کردم که ویدیو کم جلوتر بره، وقت گرفته نشه. بعدش یه پیچ هم اون وسط داره، فقط نگاه کنین سیماش مشکل نداره. خب پیچ اون وسطی که بازش کنین با همچین چیزی مواجه میشید. و مشکل ما اینجاست. بیشتر دوربین‌های لامپی همین منبع شارژشونه، بیشتری مشکل همینا داره. خب این سیماش بکنیم